خیلی‌ها بهت گفته بودن که تو به پارتی بابات اومدی تو سینما. بگو که به بچه‌ای که تو لایو هستن بگو که رشته تحصیلی چیه، درس کجا میخونی، چی کار میکنی. یه ذره شاید این شبهه به وجود اومده بود، این شبهه برطرف بشه. واقعا با پارتی یا هر چیزی که مردم فکر میکنم من نیومدم بالا. منم خب شاید با نسبت با بازیگرای جدیدی که هم سن و سال خودم هم دارم میان توی سینما فرق کنه، ولی واقعا هیچ پارتی نبوده. از مامان بابام خواهش کردم که بذارن خودم مستقل باشم توی کارم. بگو چی میخونی، درس کجا میخونی؟ سینما کارگردانی. در هنرستان سوره نفس درس میخونه، بعد یه تئاتر کار کرده و 40 شب اجرا رفته. تو تئاترش هم دچار آسیب دیدگی شد، سرش خورد توی دکور تئاتر، ولی تئاترش رو ادامه داد. ما یه چند روزی هم من و مادرش درگیر نفس بودیم، رفتیم بیمارستان، عکس